شنوندگان عزیز، اجرای برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما را هنرمندان اداری کل فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر عهدهدار هستند. در این برنامه پریوش دو ترانه محلی کرمانشاهی، سوزه و لیلی را به سم می‌رساند. اشعار متن از حسین ابتهاج و امیری فیروزکوهی، تکنواز ضرب استاد حسین تهرانی، تکنواز سنتور فرامرزپایور، تکنواز نی حسین ناهید، بیان اشعار به وسیله هما پرتوی، تنظیم کننده آهنگها و سرپرست ارکستر فرامرزپایور. ای عشق همه فسانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه از توست.
همه فسانه از توست. من خاموشم این ترانه از توست، آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه از توست. من انده خویش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. افسون شده تو را زبان نیست، ور هست همه فسانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبانه از توست.
من کیستم ز جان و جهان دست شسته‌ای، وارسته‌ای به گوشه عزلت نشسته‌ای. این جان خسته حاصل یک عمر زندگی است، ماییم از جهان و همین جان خسته‌ای.
یک رشته در وجود من دردمند نیست جز رشته های اشک ز هم ناگسسته‌ای. بسیار بود دعوی وارستگی، ولیک جز رفتگان ندیدم از خویش رسته‌ای. شنبیم شو لبی پروانم کردی
پیرشو ولا کفی از صبیرم